سلام رفقا، صدا من الان به صورت کاملا عادی با تمام نویزهای محیط داره ضبط میشه و از میکروفون خود و گوشی با فاصله 50 سانتی و الان فقط با یه دونه کلیک صدامو خیلی با کیفیت کردم و الان با یه کلیک دیگه صدامو پادکستی میکنم و با یه تون عمیقی باتون صحبت میکنم و با یه کلیک دیگه صدامو انگار میبرم پشت تلفن و پشت تلفن دارم باهاتون صحبت میکنم و با یه کلیک دیگه انگار داخل حیاتم و شما داخل ساختمونید و من دارم داد میزنم بهتون و کلی اتفاقات دیگه که فقط با یک کلیک داخل این ویدیو میخوام همین رو بهت بگم، رازی که هیچکی بهت نمیگه. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نکن. بریم بهت آموزشش بدم. اینجا محیط کار پریمیره. من ویدیومو میگیرم، درگ میکنم، میندازم داخل تاملاینم. داخل تاملاینم یه آموزش ادیت هم هست دیگه، به صورتی تر تمیزش میکنم تا جایی که بشکن میزنم و میخوام که ویدیوم از اینجا به بعد با کیفیت بشه صداش اول و بعد کلیک دوم که هر کدومش یه بار صدام مثل پشت گوشی میاد، یه بار صدام پادکستی میاد، یه بار صدام به صورت کنسرتی انگار داخل یه کنسرت هم میاد. برای این موضوع قسمت ویندوز رو کلیک میکنی، اگر تیک اسنشیال ساوند واسط نخورده تیکش رو فعال میکنی. وقتی فعالش بکنی یه صفحه جدید این سمت راست باز میشه، روی محتواتون که کلیک بکنید اینجا براتون میاد. حالا من چیکار میکنم؟ میام اول از همه دیالوگش رو انتخاب میکنم. ممکنه این اینهیس واسهتون فعال نباشه. من اینهیس رو که میزنم یه چند لحظه صبر میکنیم، پرپیرینگ انجام میده، با هوش مصنوعی خودش میاد واسمون صدامون رو با کیفیت میکنه. خب بریم یه دور صدامون رو با هم دیگه بشنویم. صدامو خیلی با کیفیت کردم و الان با یه کلیک دیگه صدامو پادکستی میکنم و با یه تون عمیقی باتون صحبت میکنم و با نگاه کنید من الان اینو هی فعال و غیر فعال میکنم. کیفیت کردم و الان با یه کلیک دیگه صدامو تمام نویزهای اطراف کامل برطرف شد و حالا ما حتی میتونیم بیشتر هم نویزها رو برطرف بکنیم. یعنی این ریدیوس نویز اینجا واسه ما کلی امکانات گذاشته که میتونیم دستکاریش بکنیم. بعد از اینکه اون تنظیمات بالا رو انجام دادیم به داخل قسمت EQ اینجا دیگه ما میایم شروع میکنیم تغییرات. آقا میخوایم پادکستی بکنیم صدامونه، این پریست رو انتخاب میکنیم. نگاه کن کلی امکانات با میده. من پادکست وایسش رو انتخاب میکنم. نگاه کن و با یه تون عمیقی باتون صحبت میکنم و با یه کلیک دیگه این الان های تونه. من میتونم چیکار بکنم؟ اینو فعالش بکنم، بذارمش رو لو تون، یعنی در اصل پادکست واقعی. نگاه کن اینو میذارم لو تون وکال. حالا کنم و با یه تون عمیقی باتون صحبت میکنم، تون عمیقی باتون صحبت میکنم و با یه کلیک دیگه صدامو انگار میبرم پشت تلفن و پشت تلفن دارم باهاتون صحبت میکنم. من اینجا یه کات دیگه میزنم، صدامو انگار میخوایم ببریم پشت تلفن. اینو خاموش میکنم، دوباره EQ رو روشن میکنم. آن د تلفن واسه همه چی برنامه داره خودش. نگاه کن عمیقی باهاتون صحبت میکنم و با یه کلیک دیگه صدامو انگار میبرم پشت تلفن و پشت تلفن دارم باهاتون صحبت میکنم و با یه کلیک دیگه انگار داخل حیاتم و شما داخل ساختمونید و من دارم داد میزنم بهتون. اینجا هم دوباره ما یک کات میزنیم، EQ رو روشن میکنیم و میبریمش داخل کجا؟ یا locked in the trunk یا outside of the room، که حالا من بیرونم. تلفن دارم باهاتون صحبت میکنم و با یک کلیک دیگه انگار داخل حیاتم و شما داخل ساختمونید و من دارم داد میزنم بهتون. تموم شد. واسه دیدن نتیجه ویدیو رو دوباره از اول ببین.